این شرایط باید باشد برای برگزاری انتخابات، آمریکایی‌ها قبول نمی‌کردن. آمریکایی‌ها میگفتن نه همه چیز بسیار خوب است. ما میگفتیم خوب نیست. قانون درست است، قانون انتخابات درست است، کمیسیون نیست. آمریکایی‌ها زورگویی می‌کردن که خودشون هم میگفتن آمریکا جا یونما. خب نتیجه این شد که ما شورای کاندیداها را تشکیل دادیم، ابتدا 16 نفر کاندیدا، بعد درخواست‌های ما را به سازمان ملل و یونما دادیم و گفتیم که انتخابات چگونه باید باشه. متاسفانه هیچ کدامش قبول نشد. بنابراین معلوم بود که از اول انتخابات گرفتار بحران است. یک بحران این بود که در 5 سال این حکومت وحدت ملی هیچ کاری برای مردم انجام نداد، خدمات نداد برای مردم. ناامنی زیاد شد، کشتار زیاد شد. تنها در سالهای 3-4 سال اخیر غنی که 45,000 افسر و سرباز کشته شد. این تنها 45,000 نظامی بود. حالا غیر نظامی چقدر کشته شده؟ از طالبان که اونها از افغانستان هستن چقدر کشته شده؟ مردم عادی ستودن معصوم خب تعدادش خیلی زیاده، وحشتناک است. مردم ناراض بودن، بنابراین هم قوانین غلط بود، هم کشتار زیاد شده بود، هم امنیت نبود. مردم در انتخابات شرکت نکرد. از 13 میلیون آدم واجد شرایط رایگی در انتخابات 1 میلیون چند صد هزار نفر شرکت کرد. در واقع صفر است، هیچ چیز برای یک کشور 35 میلیون. خب بحران از همینجا شروع شد. مرحله دوم بحران زمان شروع شد که انتخابات وسطای روز گفتن که دستگاه بایومتریک کار نمیکنه. خب دستگاه بایومتریک کار نمیکنه، 3-4 حرف الفبا نبود. مثلا فرض کنید نام یک کس شروع شده بود با A یا با P یا با C. در این مرکز مراجعه میکرد، نام من مثلا احمد علی است، نام من مظفر است. میگفت ما با ام نداره، مظفر اینجا وجود نداره، برین در کدام جای دیگه باشه. نتیجه این شد که در اصل دستگاه چند حرف الفبا نبود. حالا هزار آدم نامشون با این حروف بود. هزار آدم عبداللطیف نام داشت. هزار آدم مثلا سید حسین نام داشت. وقتی اینا با این حروف میرفتن این نام نبود. مردم عصبانی شدن، رها کردن، نرفتن. این دومین بحران بود دستگاه و پروبلمی در دستگاه جا شد که قصدن بود. سومین که انتخابات، وقتی که انتخابات روز ماه میزان تمام شد، فردا پس فردا اعلان میکنیم، این هفته اعلان میکنیم، 5 ماه طول کشید. در این 5 ماه صندوق‌های رایدهی از این جامعه را با اونجا، از اونجا با اونجا و این صندوق‌ها در اختیار حکومت بود. حکومت هر صندوق را خواست باز کنه، دست بزنه، استفاده بکنه که ما که ناظر نداشتیم. مثلا در صندوق‌ها اونجا پلیسای دولت بود. 1 روز نبود، 2 روز نبود، 3 روز نبود که ناظر ما را بود. 5 ماه صندوق‌ها در اختیار یک تیم انتخاباتی است و هر کاری که خواستن انجام دادن. بعد از اون که تقلب و کار و اینایشان انجام دادن و غنی را برنده ساختن و چند رای برش اضافه کردن، 5 ماه بعد گفتن حالا ما نتیجه را اعلام میکنیم. خب طبیعی بود که تیم‌های دیگه نتیجه را قبول نکنن و طبعا تیم ثبات همگرایی که تیم دوم اعلان شد، حقیقتا این تیم هم نه اینکه تقلب نکرده بود، اینا هم کرده بودن، ولی با تقلب یا بی تقلب رای تیم ثبات از غنی بیشتر بود. اینا بیشتر رای داشت. خیلی یک شورا را ساختیم، ولی بعد از اینکه نتیجه را 2 روز پیش انتخابات کمیسیون اعلام کرد، ما قبلا هم گفته بودیم نتیجه را قبول نداریم به کنفرانس خبری و 2 روز دیگه ما اعلامیه رسمی دادیم که ما نتیجه انتخابات قبول نداریم و غنی رئیس جمهور ما نیست. بسیار طبیعی ما با تیم ثبات در یک مسیر قرار گرفتیم، ما جنرال دوستم عبدالله و خیلی نیروهای دیگری که مخالف این تقلب بودن و غنی آشکارا تقلب کرده بود. بسیار طبیعی ما در یک مسیر واقع شدیم. این حالا ما موضوع عبدالله، موضوع جنرال دوستم، موضوع کلی موضوع همین موضوع خیلی گروه‌های دیگه از دوستان ما که پشتون هستن همین است که ما دیگه غنی را نمی‌مونیم حکومت بکنه. ما یا دو حکومت میسازیم، یا این کشور فدرالی میشه، یا نتیجه باطل میشه، یا اگر قرار است که غنی به زور حکومت بکنه، خب در صورت تیم ثبات حق داره حکومت بکنه، چون رایشون بالاتر است، رایشون بیشتر است. در نتیجه این بحران شروع شده. حالا دو را بیشتر نداره، یا این میره به طرف جنگ و تجزیه و انقطاع و در بهترین حالتش که تجزیه نشه فدرالی، که قدرت تقسیم شود، حکومت از سر تعریف شود، از سر انتخابات صورت بگیره، قانون اساسی فدرال نوشته شود، حکومت ملغا شود، حکومت موقت با وجود بیاد، قانون اساسی ساخته شود، بریم به انتخابات. نه غنی باشه، نه عبدالله، نه ما، نه هیچ کسی. این یک حالتش است. حالتی بعدش چیست که اگر غنی ادامه بده جنگ میشه، ما مقابله میگیم با غنی. ما اجازه نمیدیم بهش حکومت بکنه. ما در ولایات شمالی فعلا دستگاه غنی رو جمع کردیم، والی‌هاش جواب دادیم، قمانداناش جواب دادیم، فرماندهش. خودمون حکومت ساختیم فعلا. یعنی اعلام کردن مردم، گفتن ما رو قبول نمی‌کنیم. پنجشیر
بدخشان، تخار، میمنه، جوزجان ادامه داره تا هرات اینا. امیدوارم فردا حداقل 20 ولایت شمال و شمال شرق اکثرا ولایت‌های اقوام ازبک و تاجیک و هزاره و اینا البته مناطق بیشتر. خب در قندهاری ها عکس غنی رو بلند کردن، عکس عبدالله رو پایین کردن در جلال آباد، اما در مناطق ازبک نشین، تاجیک نشین اینا خب عکسای عبدالله رو بلند کردن، چون بس قومی هم شده یک مقدار، چون افغانستان یک کشور قومی است و تصور این است که این برادرای پشتون افغان ما زورگویی میکنن، میخوان به زور حاکمیت بگیرن، دیگه ما هم اجازهشون نمیدیم. ما میگیم یا عادلانه حکومت میشه یا نمیشه. نتیجتا این بحران ادامه داره. ببینیم که حالا سازمان ملل اینا چیکار میکنن، نتیجه رو باطل میکنن یا نمیکنن. اگر نتیجه رو باطل نکنن مسلما ما غنی رو اجازه حکومت کردن نخواهیم داد. نه اون یک مشکل داره به لحاظ حقوقی. حالا خوبی طرف اعلام کردن اون در صورتی میشه که ما این جنگ مسلحانه آغاز بشه، یعنی دیگه واقعا یک طرفه بشه کسی. اما به لحاظ ساختار حقوقی نه اون نمیشه، چون اون هم اگر رئیس جمهور شه خب از اینا قبول نمیکنن، این طرفداری قبول نمیکنه، خب یک جنگ میشه. راه حل منطقی چی میمونه که نتیجه رو باطل اعلام بکنن، یک حکومت موقت بسازن، اثر بر انتخاب. اما ما حاکمیت غنی رو قبول نخواهیم کرد. این مسلم است. جمهوری پاکستان و جمهوری ایران است. این دو تا گفتن این انتخابات مشکل داره و بقیه کشورها هنوز ابراز نظر نکردند. از غنی آمریکا، عربستان سعودی، پروژه آمریکایی هاست. غنی پروژه آمریکایی ها و سعودی هاست. بقیه ما خودمان هستیم دیگه، ما را خب کسی اونطوری حمایت نمیکنه. حالا ما البته با کشورهای منطقه امیدوار هستیم ما را کمک بکنن، مثلا کشورهای منطقه حداقل منصفانه موضوع بگیرن، مثل چین، مثل روسیه، مثل پاکستان. اشکال نداره من میگم. خوب این کشورها هستن در منطقه، ما امیدواریم کشورهای منطقه منصفانه وارد عمل بشوند و به عنوان همسایه ها موضوع گیری درست بکنن. ما این آرزو را داریم از این کشورها.